چند روز قبل 33مین دوره المپیک تابستانی در پاریس برگزار شد که در اون آمریکا تونست با کسب 40 مدال طلا و در مجموع 126 مدال قهرمانی رو از آن خودش کنه. اما همینطور که میدونیم این المپیک در سایه احتمال وقوع یک جنگ گسترده در خاورمیانه شکل گرفت. برای همین امروز من تصمیم گرفتم که بیام در مورد یک سری المپیک های جنجالی صحبت کنم که در نزدیکی های جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد. سلام، به کانال استاد تیوی خوش اومدید. اسم من استاده و ایشون هم آقای ادیتوره. سلام بچه‌ها، به کانال استاد تیوی خوش اومدید. اینجا در مورد تاریخ ایران و جهان صحبت میکنیم. اگه از این جور موضوعات خوشت میاد پس یادت نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید. زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید که با آمدن جدیدترین ویدیوها جز اولین افرادی باشید که از ما باخبر میشید. گفته میشه المپیک برای اولین بار در 800 سال قبل از میلاد توسط زئوس و پسرش هرکولس اتفاق افتاد، به طوری که بیا پایین بابا، سر ما درد گرفت. چرت و پرتا چه داری تحویل مردم میدی؟ مگه من چی گفتم؟ آخه چه ربطی به موضوع داره؟ تعمیر به ما بگو. دیگه مقدمه‌شو که باید بگم دیگه. ویدیو قبلیت هم کلا داغ داشتی یک ساعت چرت و پرت تحویل مردم میدادی. ادیت ویدیوت هم که تموم رفت، از بس با سن مبارکم درد گرفته و تا 2 روز نمیتونستم بشینم. خب میومدی روی میشستی. چو کاره؟ صندلیو میگم. نه مثل که آدم نمیری، خودت خواستی. خب بعد از اینکه اولین دوره المپیک تو سال 1896 توسط پیر د کوبرتن تو آتن برگزار رفت، قرار شد که سیاست قاطی اتفاقا نکنه. ولی خب حرف اینا مثل قول ازدواج به سرایه. المپیک سال 1916 قرار بود که داخل آلمان برگزار بشه، ولی وقتی ولیعهد اتریش مجارستان تو سال 1914 قیچیش کردن، جنگ جهانی اول اتفاق افتاد که از اون جنگای ناموسی خواهر مادر دار بود که اتفاقا این قضیه باعث میشه که المپیک برگزار نشه. اوه یاره چی اکسن صدا میکنی؟ وایسا. البته دولت فرانسه و انگلیس هم پس از پیروزیشون در جنگ جهانی اول در سال 1918 کم لطفی نکردن و در المپیک سال 1920 و 1924 به آلمان اجازه شرکت در بازی‌های المپیک رو ندادن، هرچند که نظام در آلمان به صورت کامل تغییر پیدا کرده بود. البته در المپیک سال 1928 آلمان تونست که اجازه شرکت در بازی‌ها را دوباره به دست بیاره و البته در اون المپیک مقام دوم رو هم پس از آمریکا کسب کنه که البته ناگفته نمونه که آلمان در اون سالها هنوز با آلمان نازی تغییر پیدا نکرده بود. در سال 1936 آلمان بالاخره تونست که میزبانی المپیک را پس از سالها به دست بیاره، البته آلمانی که توسط هیتلر رهبری میشد، هرچند که این قضیه هم خیلی صلح‌آمیز نبود، چون که خیلی از کشورها حس میکردن داخل آلمان یه خبراییه. واسه همین خیلی از کشورها مثل آمریکا و اسپانیا قصد تحریم اون المپیک رو داشتن که البته راه به جایی نبرد و المپیک در آلمان برگزار شد. چرا حس میکنم یک قصد و غرضی پشتی قضیه بوده؟ چرا حس میکنی قراره به سوال جواب بدم؟ مورد مسخره میکنی؟ الان یادم اومد. خود هیتلر از اول خیلی موافق برگزاری المپیک در داخل کشورش نبود، بلکه به توصیه یوزف گوبلس وزیر اطلاع رسانی یا همون پروپاگاندا خودمون اومد المپیک رو برگزار کرد. خب چجوری هیتلر راضی کردن که تو آلمان برگزارش کنن؟ چون که آلمان از این المپیک میتونست به 3 هدف دست پیدا کنه. اولین و مهمترینش اینه که نشون بده نژاد آریایی از سایر نژادها بهتره. یکی دیگه این که به دنیا نشون بده که آره این شایعات درباره یهودی ستیزی در داخل آلمان واقعیت نداره. و مورد سوم هم که یک پولی از طریق گردشگرانی که میان و بازی‌های المپیک رو میبینن کسب کنه. واسه همین هم در این زمینه‌ها آلمان به یک ورزشکار یهودی آلمانی به اسم هلن مایر اجازه شرکت در بازی‌های المپیک در رشته شمشیرزنی رو داد. دیگری هم قبل شروع المپیک دستور داد که بیان و برلین رو زیبا کنن، اما در پشت صحنه آلمان‌ها تلاش کردن به ورزشکاران سیاه‌پوست و یهودی اجازه شرکت در بازی‌های المپیک رو ندن. حالا نتیجه هم بره آلمان داشت؟ میشه گفت در اون المپیک آلمان پیروز بیچون و چرا المپیک شد، اما یک نکته اون وسط مسطا اتفاق افتاد. یک ورزشکار سیاه‌پوست آمریکایی به نام جسی اونز در اون سالها تونست که در رشته‌های 2 میدانی 4 مدال طلا رو کسب کنه و یک جورایی نظریه نازی‌های آلمان رو نقض کنه.
از اون طرف هم تیم ملی هند در بازی‌های هاکی روی چمن تونستن که تیم ملی آلمان رو در فینال با نتیجه 8-1 شکست بدن و مدال طلا رو از آن خودشون کنن. نگاه یک سوالی، آلمان اون زمان که شوخی بردار نبوده، خب چه اتفاقی واسه او ورزشکار آلمانی افتاد که نتونستن نتیجه بگیرن؟ کخ واقعیت برای خودم سوال شده بود، اما چیزی که نشون بده چی بر سر اینا اومد خیلی دقیق پیدا نکردم، اما طبق چیزهایی که خوندم به نظرم اتفاق خاصی براشون پیش نیومد. تا اینجا در مورد بدیهای این المپیک گفتم، اما یک سری اتفاقات خوب هم در این المپیک افتاد. یکی این که تا قبل از این بازی‌های المپیک از طریق رادیو به صورت زنده پخش می‌شد، اما در این المپیک برای اولین بار بازی‌ها از طریق تلویزیون به صورت زنده پخش شد که خودش اتفاق بی‌سابقه‌ای در اون زمان بودش. یکی دیگه هم در این المپیک برای اولین بار مراسم مشعل المپیک به رسم احترام به مراسم یونانیان باستان برگزار شد. المپیک سال 1940 هم قرار بود برای اولین بار در یک کشور غیر اروپایی یعنی ژاپن برگزار بشه که البته میزبانی ژاپن در سال 1937 به علت حمله ژاپن به چین از اون گرفته شد و به فنلاند واگذار شد که البته باز هم در سال 1939 این المپیک هم به علت شروع جنگ جهانی دوم به صورت کامل منقضی شد. همینطور المپیک سال 1944 نیز که قرار بود در لندن برگزار بشه هم به همین علت برگزار نشد و این دفعه هم پس از شکست متحدین در جنگ جهانی دوم یعنی آلمان و ژاپن و برابش در جنگ جهانی دوم از حضور آلمان و ژاپن در المپیک سال 1948 که البته اون هم در لندن برگزار میشد جلوگیری شد. دوستتون دارم شدید، به مدت مجید. خداحافظ.